نیوشا فرحی، منتقد و نویسنده، در اعتراض به حضور حجت الاسلام خامنه‌ای در سازمان ملل متحد خود را به آتش کشید. من سفر می کنم با بادبان اندوه و با واژه‌های حافظه، در باد به جستجوی تو می آیم، به بوی صنوبر را از جویبار خاطره می چینم، به در ورطه‌های هول نمی مانم. نه، این سرانجام انسان نیست، انسان تبعید شده، انسان در به در، انسان خسته، کسل، بی‌پناه، انسان بی غرور. نه، این سرانجام انسان نیست که نام نیلوفر را از یاد ببرد، به خاطره نخل‌ها را و اندوه تو را ای بی‌پناه ترین خاک که لب حفره‌های پوچت در آتش باران باز مونده است. خمینی که نزدیک به 2 برابر عمر متوسط هر ایرانی زندگی کرده بود، بالاخره در سال 1368 مرد. او که علیرغم آتش سیراب ناشدنیش به عزاداری و سینه‌زنی و مرگ و تدفین 2 دستی به زندگی چسبیده بود، حالا به گورستان بزرگی که خود آبادش کرده است برده می شود. مرگ خمینی اما مرگ ارتجاع و تاریک اندیشی و دیکتاتوری مذهبی نیست. ملاهای ریز و درشت همچنان بر مسند قدرتند. دیکتاتورها و کارگزاران دیکتاتوری علیرغم خشونت و سبوییتشان طرحی از مضحکه و تمسخر با خود دارند. قساوت و درندگی ملایان چیزی از مضحک بودنشان نمی کاهد. روح من، فتنه اینجا خفته است، همه را او سبب شده و شما این ستارگان آزرمگین مپسندید با شما بگویم چه کرده است. همه را او سبب شده، اما خونش را نخواهم ریخت و این پوست سفیدتر از برف او را که چون مرمر بتگران صاف است زخم دار نخواهم کرد. با این همه باید بمیرد وگرنه به دیگران حجت الاسلام نظرتون چیه؟ والا بنده سر در نمیارم، هر شود که آن زن به شوهرش خیانت کرده، شوهر میخواهد جانش را بگیرد. یک بار دیگر تکرار بفرمایید. اما خونش را نخواهم ریخت و این پوست سفیدتر او را زخمدار نخواهم کرد. با این همه باید بمیرد باید بمیرد ولی به نظر این عبد حقیر باید این چنین تغییر شود. بسم الله القاسم الجباری. این زن زاویه هنوز اینجاست، کشتنش واجب است بی کم و کار. این زمان بهره حفظ بیض دین بکشیدش برای چند بودی. از روزگار عبید تا امروز
طنز و شیخ دو عنصر جدا نشدنی در ادبیات عامیانه ما بودند. در سالهای اخیر، دهه‌های اخیر، صادق هدایت با آثارش، جمالزاده با آثارش، دهخدا، و بعد میاد همینطوری نزدیکتر میشه. و بعد البته فراموش نکنیم ایرج میرزا، مثلا قطعه جاودانه ایرج میرزا که بر سر در کاروانسرایی تصویر زنی ز گچ بریدند، ارباب عمائم این خبر را از مخبر صادقی شنیدند، که میان اون تصویر گچبری شده اون زن رو یه گچ دیگه روش میکشند و استتارش میکنند و ایمامون و امان به سرعت برق میرفت که مؤمنان رسیدند. به هر حال همینطوری بوده است تا همین سالهای اخیر.